امروز میخوام در مورد ساختن عادت‌ها باهاتون صحبت کنم. چون که ساختن عادت‌های خوب میتونه به ما تو شکل دادن یه لایف استایل سالم کمک خیلی زیادی بکنه. پس موضوع مهمیه و اگه به دنبال تناسب اندام یا داشتن یه سبک زندگی سالمی باید بهش توجه کنیم. عادت سازی یکی از کارهاییه که عزت نفس و اعتماد به نفس تو رو بالا میبره و بهت ثابت میکنه که تو با ارزش و کافی هستی. وقتی بتونی یه رفتار خوب و مثبت رو تو خودت نهادینه کنی، احساس قدرت میکنی. سلام، من آذرم و سعی میکنم نکات تغذیه کاربردی رو به زبون ساده اما بر پایه علمی توضیح بدم که در کنار هم بتونیم به تناسب اندام و سالم‌تر شدنمون برسیم. یادم میاد خیلی وقتا شروع میکردم که یه عادت جدید و خوب و مثل پیاده روی، ورزش کردن، آب خوردن یا مدیتیشن کردن رو برای خودم بسازم. خیلی جدی هم با خودم قرار میذاشتم و میگفتم از فردا شروع میکنم. چند روزی هم ادامه میدادم، اما بعد یه هفته کلا فراموش کرده بودم که چه هدفی برای خودم گذاشتم و وقتی به خودم میومدم که دیگه هیچ کدوم از اون کارا رو انجام نمیدادم و پشت گوش انداخته بودم و من میموندم و احساس عذاب وجدان و اینکه چقدر بی اراده‌ام. اما واقعا الان میفهمم که اون اهمال کاری ها هیچ ربطی به اراده نداشته و نداره. این خاصیت خیلی از آدم هاست. ما آدم ها فراموشکاریم، دنبال راحتیم، از قانون و چارچوب خوشمون نمیاد. از اینکه تغییر کنیم و از کامفورت زون یا همون حاشیه امنمون خارج بشیم میترسیم. به همین خاطره ما باید از یه سری فرمولا و راهکارها استفاده کنیم که مسیر تغییر رو برای خودمون ساده و راحت کنیم تا بتونیم اون عادت جدید رو به لایف استایلمون بچسبونیم و موندگارش کنیم. حالا اینجا میخوام دلایل شکستم رو برای ساختن عادتهای خوب در گذشته یکی یکی بگم و برای هر کدوم راهکار عملی بهتون یاد بدم تا بتونید با کمک این راهکارا شما هم هر رفتار و کاری که دوست دارین رو برای خودتون به شکل عادت در بیارین. اولین دلیل شکستم این بود که ایدئالگرا بودم. به نظر من ایدئالگرایی خطرناکترین سم قرن جدیده. این که ما فکر کنیم یا همه چی باید به شکل پرفکت و بی‌نقص انجام بشه یا کلاً انجام نشه. و تو این بین کلی به خودمون استرس وارد کنیم، خودمون رو سرزنش کنیم و آخرم حتی اگه کار از نظر بقیه عالی هم انجام شده باشه، از نظر خود فرد کمالگرا هنوز کافی و کامل نیست. و با این اختلال رفتاری اعتماد به نفس و عزت نفس فرد در دراز مدت نابود میشه. پس اگه تو هم این دیدگاه سیاه و سفید رو به قضایا داری و میخوای همیشه همه چی بی‌نقص انجام بشه، ازت میخوام به این رفتار به شکل یک معضل نگاه کنی و تلاش کنی برای درمانش. راه حلش اینه که پرفکت بودن و بی‌نقص بودن رو بذاریم کنار. بابا ما آدمیم و احتمال اشتباه داریم. اصلا کی گفته همه کارا باید 100% درست انجام بشه؟ دقت کردین اون نسل آدمایی که در عین خونسردی و آرامش همیشه قدمای کوچیک کوچیک تو زندگیشون برمیدارن، آهسته اما پیوسته جلو میرن، موفق‌تر و شادترن و به هر چی هم میخوان میرسن؟ حتما شنیدی که میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه. وقتی یه کار بزرگ رو میخوای شروع کنی، درست مثل اینه که یه سنگ خیلی بزرگ که 10 برابر وزنته رو بخوای بذاری روی شونه‌هات. اون وقت توقعی چی داری؟ خب معلومه که زیر سنگینی اون بار داغون میشی. پس نکن این کارو با خودت. زندگی بعضی وقتا خیلی با همون نامهربونی میکنه، به همون سخت میگیره. پس دیگه خودمون حداقل به خودمون سخت نگیریم و با خودمون نامهربون نباشیم و یکم مروت داشته باشیم. منم مثل خیلیای دیگه می اومدم
هدفم رو خیلی بزرگ میذاشتم. مثلا میگفتم روزی 2 ساعت پیاده روی، هر روز ورزش. خب معلومه که بعد از چند روز کم می آوردم. کسی که کم تحرک بود، این روش و این حجم از تحرک براش مثل شکنجه بود. خسته می شدم و دیگه بی خیال همه چی می شدم. راه حل اینه که بیای از قدم‌های کوچیک شروع کنی. اول 20 دقیقه، بعد هفته به هفته میزان و مدت رو ببری بالا که هم از نظر روانی هم از نظر جسمی توانت بره بالا، هم نرم نرم اون رفتار جدید بشه عادتت. دومین دلیل شکستم ننوشتن و یادداشت نکردن بود. چیزی که میخوای بهش تبدیل بشی رو باید روی کاغذ بیاری. روش نوشتنم مهمه ها. باید زمان و مکان مشخصی رو برای اون کاری که میخوای انجام بدی تعیین کنی. مثلا نمیتونی بگی میرم ورزش میکنم اما هنوز باشگاه ثبت نام نکرده باشی. مشخص کردن زمان و مکان برای شکل دادن به یه عادت میتونه معجزه کنه. نحوه درست نوشتن اینجوریه که مثلا برای مدیتیشن من روی کاغذ اینجوری باید بنویسم: من فردا ساعت 9 صبح به مدت 5 دقیقه تو اتاق خوابم از کانال یوتیوب فلانی مدیتیشن انجام میدم. حالا چرا 9 صبح رو نوشتم؟ چون این ساعت برای من مناسبه. تو هم باید ساعت مناسب خودتو برای هر کاری که میخوای انجام بدی پیدا کنی و اونو جای این ساعت بنویسی. یه کار دیگه که میشه کرد تا یه عادت رو وارد زندگیمون بکنیم اینه که اگه الان داری به شکل روتین یه کار رو انجام میدی و میخوای یه عادت خوب دیگه هم وارد زندگیت کنی، بیای و عادت جدید رو بچسبونی به عادت قدیمی. این روش هم خیلی کار رو ساده میکنه. مثلا من هر روز صبح وقتی بیدار میشم تختم رو مرتب میکنم. این عادت فعلی منه. حالا میتونم بنویسم هر روز بعد از اینکه تختم رو مرتب کردم همونجا میشینم و 5 دقیقه مدیتیشن میکنم. بذار یه مثال دیگه بزنم. من هر روز صبح که پا میشم مسواک میزنم. میشونم یه بطری آب بزنم روی سینک و به خودم بگم بعد از هر بار مسواک زدن باید این آبو بخوری. اینجوری عادت آب نوشیدن رو آوردم تو برنامه روزم. دو سال پیش که روند عادت‌سازی رو یاد گرفتم و میخواستم برای خودم عادت گوش دادن به پادکست رو شروع کنم، با همین روش برای خودم برنامه ریختم که هر شب ساعت 10 به مدت 5 دقیقه به یه پادکست گوش بدم. یه چند وقتی که گذشت دیدم داره هی مدتش بیشتر میشه و چقدر علاقه‌مند شدم به پادکست و یه روزی که شب شلوغ بودم صبح این کار کردم و دیدم که رأس ساعت 10 ذهنم دنبال اون کاری که بهش عادت کرده بود میگشت. انگار که یه چیزی گم کرده بودم و یه کاری رو باید انجام میدادم و اون موقع بود که فهمیدم درست عمل کردم و موفق شدم پادکست گوش دادن رو برای خودم عادت کنم. پس تو هم هر کاری که دوست داری برای خودت عادتش کنی، اول زمان مشخص کن که چه ساعتی از روز راحتی برای انجام اون کار و البته که بعد از یه مدت انجام اون عادت ساعت مناسب دستت میاد که چه وقت از روز باشه برات بهتره. دوم، مدت انجام اون فعالیت رو تعیین کن که خواهش میکنم از مدت زمان کوتاه‌تر ابتدا شروع کن و رفته رفته زیادش کن و در نهایت مکان انجام اون فعالیت که میخوای عادت سازی کنی رو مشخص کن. مسئله سوم که من بهش توجه نکردم محیطی که ما توش زندگی میکنیم و کار میکنیم خیلی نقش پررنگی تو ساخته شدن عادت هامون داره.
اگر تو توی خانواده گیاهخوار بزرگ بشی، احتمال اینکه گیاهخوار بشی درصدش بیشتر از کسیه که تو خانواده همه چیز خوار به دنیا آمده باشه. اگر من تو خانواده ورزشکار به دنیا آمده باشم، احتمال اینکه من از همون بچگی برم توی رشته تخصصی ورزشی خیلی بالاست. اگه من توی محیط کار کنم که همه بعد از کار میرم باشگاه، احتمال اینکه منم بعد از کارم برم باشگاه خیلی بالاست. و اگه من توی شرکتی باشم که هر روز همکارام بعد از تموم شدن ساعت کاری میرن تو بار پایین شرکت و الکل مینوشن، احتمال اینکه منم باشون همراه بشم بالاست. شاید این موضوع رو تو فامیلا آشناها هم دیده باشین که یه خانواده‌ای همشون چاقن و خوشخوراک، از پدر و مادر گرفته تا بچه‌هاشون، و برعکس یه خانواده‌ای که همشون لاغرن و کم خوراک. بچه‌های این دوتا خانواده الگوی رفتاری خوراکیشون دقیقاً از والدینشون شکل گرفته. من میخواستم سالم خوری رو شروع کنم، اما توجه نمی کردم که باید محیط اطرافم رو یه تغییراتی بدم. تو خریدام دقت نمی کردم. حالا اگه میخوای سالم خوری رو شروع کنی، با کمک فاکتور محیط باید سعی کنی محیط خونه رو کمی پاک سازی کنی. خریدای سالم بیشتری بکنی و اون مواد غذایی که کالری بالا اما ارزش غذایی پایینی دارن رو نخری یا کمتر بخری. دیدن، لمس کردن و بو کردن مواردیه که باعث وسوسه ما برای خوردن یه خوراکی یا غذا میشه. تصور کن روی میز آشپزخونه‌ات یه بشقاب دونات جذاب و هیجان انگیز گذاشتی. تو هی میری و میای، به خودت هم قول دادی که نباید اینو بخوری، اما بعد از چند ساعت دوناتا باهات دیگه داره حرف میزنه، میگه بیا ببین چقدر خوشمزم، یه گاز بزن بابا، جای دوری نمیره. نهایتش میری یکم میدوی. آخه مگه چند بار قرار زندگی کنی؟ یه فنجون قهوه درست کن و بیا منو با قهوه بزن. وای چه شود. خلاصه بعد از چند ساعت کلنجار با خودت میبینی یه دونات رو زدی و داری میری برای دومیش. حالا اگه به جای ظرف دونات یه ظرف سیب هم بود، شما همین رفتار رو میکردین. پس سعی کن اصلا این مواد غذایی رو نخری و جلوی چشات نذاری. به جاش بیا بطری آب پر کن، چون خیلی وقتا تشنگی باعث اشتهای کاذب میشه. تو جای مختلف خونه، مخصوصا اون جاهایی که بیشتر در طول روز میشینی، بطری آبت رو بذار که وقت مشغول کار هستی آب بنوشی، که هم اشتهای کاذبت رو فروکش کنی، هم نوشیدن آب رو بیشتر کنی. مورد چهارم شرایط بحرانی در عادتسازی هستش. زندگی ما سراسر پر از اتفاقاییه که نمیتونیم پیش بینیشون کنیم و یا از کنترل ما خارجن، مثل مریضی، مهمون ناخوانده، محول شدن یه پروژه بهمون و خیلی چیزای دیگه. در این شرایط باید سعی کنیم تا جایی که میشه زمان و برنامه‌مون رو مدیریت کنیم و همیشه یه پلن بی و یه برنامه جایگزین تو چنده برای خودمون داشته باشیم. مثلا من هر روز میرفتم باشگاه، یهو کرونا قرنطینه میشه و همه باشگاه بسته میشه. تو این شرایط یا میتونم بشینم تو خونه قصه بخورم، تحرک نداشته باشم و از حد معمولم بیشتر غذا بخورم و دیگه بیخیال همه چی بشم، و یا این که میتونم به صورت آنلاین با مربیم در ارتباط باشم، تو خونه تمرین ورزشیمو انجام بدم و تا جایی که برام مقدوره تحرکم هم داشته باشم. پس تو شرایط بحرانی ممکنه حتی 1-2 روز از برنامه خارج بشیم و اون کاری که براش برنامه ریختیم رو انجام ندیم. تو این شرایط به جای اینکه خودمون رو سرزنش کنیم و به خودمون عذاب وجدان بدیم، باید سعی کنیم کنترل اوضاع رو به دست بگیریم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم و به خودمون مجوز بدیم که اوکی، اگه 1-2 روزم از برنامه خارج شدیم مشکلی نیست، زمینم به آسمون نمیچسبه. اما مهم اینه که در اولین فرصت برگردیم تو مسیر و نذاریم غیبت هامون زیاد طولانی بشه و لگد نزنیم و هرچی ساختیم رو به خاطر 1-2 روز خراب نکنیم. استمرار داشته باشیم و نذاریم زنجیره عادتی که ساختیم از بین بره.
اینجا میتونم بهتون قطار عادت رو پیشنهاد بدم. اینطوری که یه تقویم ماهیانه رو پرینت کنید و به در یخچال یا دیوار اتاقتون بچسبونید و هر روز که پیاده روی، ورزش، نوشیدن آب کافی، خوردن سبزیجات و یا گرفتن پروتئین روزانه‌تون رو انجام دادین، یه تیک خوشگل جلوی اون روز برای خودتون بزنید. اینجوری دیگه دلتون نمیخواد این زنجیره عادتی که برای خودتون ساختین رو خراب کنید. مورد پنجم، جذاب کردن عادت برای خودمونه. اگه دوست داری یه رفتاری رو برای خودت عادت کنی، باید ذهنت رو گول بزنی. چون ذهن ما دنبال سکون و تکراره. دوست نداره تغییر کنه و در شرایط جدید قرار بگیره. ما آدما از تغییر فراریم و دوست نداریم از حاشیه امنمون خارج بشیم. پس باید اون رفتار رو انقدر برای خودت جذابش کنی که ذهن و بدنت حاضر باشه انجامش بده. مثلا تصمیم میگیری که میزان پروتئین مصرفی تو بالا ببری. اگه قرار باشه نهار و شام یه تیکه سینه مرغ آب پز کنی و با یه مشت کاهو بخوری، بعد از یه مدت قطعاً بیخیالش میشی و دیگه حالت از دیدن هرچی مرغ به هم میخوره. اما اگه بیای برای خودت کمی زمان بذاری، منابع پروتئین رو بشناسی، سعی کنی تنوع بدی به غذا یا همون مرغ رو با مرینیت های مختلف طبخ کنی و استفاده کنی، میبینی نه تنها تونستی میزان پروتئینت رو هیت کنی، بلکه اصلاً خسته نشدی و کلی هم لذت بردی از غذایی که خوردی. مورد ششم، ساده کردن عادته. اگه کاری که میخوای عادتش کنی ساده نکنی، به هیچ وجه ملکه ذهنت نمیشه. این مسئله خیلی مهمه که اون عادت هم ساده باشه هم قابل دسترس. یادم 6-7 سال پیش میخواستم پیاده روی رو شروع کنم. قرار گذاشته بودم برم یه پارک بزرگ، خیلی نزدیک خونمونم نبود. یعنی مجبور بودم برای رفتن به اون پارک با ماشین یه نیم ساعتی رانندگی کنم و بعد مشکلای جا پارک و کلی داستان دیگه. فکر میکنی چند بار رفتم؟ کلا 2 بار، چون خیلی سخت بود. حالا چرا واقعا اون موقع اون پارک رو انتخاب کرده بودم نمیدونم، شاید فقط قشنگ بود. حالا به نظرت اگر همون سالا من به جای اون پارک یه پارک نزدیک خونم رو انتخاب کرده بودم و خیلی راحت و ساده میرفتم اونجا، بیشتر نمیتونستم این عادت رو انجام بدم؟ قطعا میتونست ادامه دارتر باشه. ساده کردن موضوع برای ایجاد عادت خوب دقیقاً در مقابل سخت کردن فعالیت برای ترک یه عادت بد قرار داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه یه عادت بدی داری یا میخوای ترکش کنی، باید انجام اون رو برای خودت سخت و پیچیده کنی. مثلا به افراد سیگاری پیشنهاد میکنن اگه میخوای ترک کنی، به جای اینکه روی مبل لم بدی و سیگار بکشی، برو تو تراس سیگارتو بکش. اینجوری فرد کمتر میکشه، چون مجبوره یه زحمت مضاعف بده، بلند چه بره تو بالکن یا بیرون، یا اینکه مثلا میگم پاکت یا باکسی سیگار نخر که همیشه تو خونه سیگار داشته باشی، و بلکه مجبور شی بری تا فروشگاه و این کار یکم سختی و پیچیدگی برای فرد سیگاری ایجاد میکنه. پس بیا اون کاری که میخوای عادتت کنی خیلی سادهش کن. مثلا میخوای سالم خوری رو شروع کنی، خیلی ساده، فقط با عوض کردن روغن آفتابگردون با روغن زیتون این کارو بکن. از این به بعد یه مشت سالاد کنار هر غذات بذار. ساده تر از این که بگم آقا فقط برای شروع خوابتو تنظیم کن. هفتمین مورد اینه که از اون عادت باید لذت ببری. تو باید کاری که بهت احساس خوبی میده و ازش لذت میبری یا اینکه واقعا لازمه انجامش بدی رو برای خودت عادت سازی کنی. همیشه میگم اگه کاری که میکنی بهت حس خوبی نمیده، رهاش کن. اون مناسب تو نیست. اما شاید بگی آزی من سختم به پاشم تو گرما یا سرما برم 10,000 تا قدم بزنم یا صبح از زیر پتو پاشم برم باشگاه. اینجا باید بهت بگم که
تحرک و ورزش برای بدن لازمه و تو چه حسش رو داشته باشی چه نداشته باشی باید کار درست رو انجام بدی. و اگه درست و اصولی این کارو بکنی، لذت ترشح اندورفین تو مغز که به هورمون حس خوب معروفه بعد از یه ورزش قدرتی سخت و یا ترشح دوپامین بعد از رسوندن قدم‌های روزت با هیچ لذت دیگه‌ای تو دنیا قابل مقایسه نیست. در مورد رژیمم باید این نکته رو بگم که ما باید از برنامه غذایی که داریم لذت ببریم و به همون انرژی کافی رو بده. پس اگه الان رژیمی داری که خستت کرده و دیگه حالت داره از هر چی رژیمه به هم میخوره، بدون که تو مسیر غلطی هستی. مسیر فیتنس و تناسب اندام باید انقدر برات شیرین و هیجان انگیز باشه که از لحظه لحظهش لذت ببریم. پس اگه لذت نمیبری تو مسیر درست قرار نگرفتیم. هشتمین مورد در مورد ساختن یه عادت صبوریه که من نداشتم. برای اینکه یه رفتاری رو تو خودمون شکل بدیم باید صبور باشیم. انقدر تکرار و تمرین کنیم که دیگه بره تو ناخودآگاهمون و مغزمون به صورت اتوپایلوت انجامش بده. و این فقط استمرار و ممارست میخواد. پس اگه تو مسیر درست قرار گرفتی به خودت و راه ایمان داشته باش و ادامه بده. عجله برای چیه؟ من خودم قبلا وقتی شروع میکردم به رژیم یا ورزش میخواستم توی 1-2 ماه سریع به نتیجه برسم. این میشد که میرفتم سراغ رژیمای تهاجمی، کالری کم میگرفتم و یهو وزنم کم میشد. اما به چه قیمتی؟ بعد از یه مدت هم میرسیدم به استاپ وزنی و میگفتم بابا بیخیال، من اراده ندارم و آدم رژیم نیستم. همه چی رو ول میکردم. نه تنها اون وزنی که کم کرده بودم برمیگشت، بلکه از وزن شروع هم شاختر میشدم. چرا؟ چون عجول بودم و همه چی رو با هم میخواستم. تو مسیر اشتباهی قرار داشتم و مثل اینکه شما رو تردمیل باشی و فکر کنی هر چی سرعت تردمیل رو ببری بالاتر زودتر به مقصد میرسی. غافل از اینکه این تردمیله قرار نیست تو رو به جایی برسونه و فقط خسته و دلزدت میکنه. مورد دیگه که آدما تو ساختن این عادت بهش توجه نمیکنن، غافل از اینکه خیلی مهمه، استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری و ارزیابیه. ما باید از یه معیار مناسب برای سنجش و اندازه‌گیری پیشرفتمون استفاده کنیم. خدا رو شکر الان که کلی اپلیکیشن رایگان برای هر کاری طراحی شده، از رکورد کردن وزن و ثبت کالری و ماکرو بگیر تا تعداد قدم‌ها. گاهی وقتا ما به صورت کیفی کارامون رو بررسی میکنیم. مثلا شاگرد میاد روز اول میگه من خیلی کم غذا میخورم، خیلی فعالیتم هم بالاست. اما هفته بعد که کالریش و قدماش و ورزشش رو محاسبه میکنه خودش هم تعجب میکنه که داشته مثلا 2500 کالری غذا میخورده و تعداد قدمهاش در بهترین حال 6000 تا بوده. پس اگر دنبال لایف استایل سالمی، حداقل کاری که میتونی بکنی قدماتو توی اپلیکیشن ساده توی گوشیت مانیتور کن و یا حداقل یه هفته کالری و ماکروتو بزن توی اپ، ببین آیا واقعا داری غذا کافی میخوری یا نه. یه چیزی رو اینجا دوست دارم بگم. روی سخنم من با کساییه که میگن من برای ورزش و پیاده روی و سالم خوری وقت کافی ندارم. من به عنوان کسی که متأهلم، یه سگ شیطون دارم، شاغلم و در کنارش دارم یه بیزینس جدید رو هم متولد میکنم، هر روز دارم این کارا رو میکنم و فکر میکنم تو هم اگه بخوای میتونی از 24 ساعت روزت حداقل 10 دقیقش رو به خودت اختصاص بدی. حتی شده 10 دقیقه مدیتیشن که اتفاقا اگه سرت شلوغه، حجم کار و استرست بالاست، از نون شبم برات واجب تره. فقط کافیه بخوای و شروع کنی. خدا رو چه دیدی؟ شاید انقدر بهت این 10 دقیقه مزه داد که حاضر شدی کمی از تایم چرخیدن تو اینستا و تیک تاک بزنی و برای خودت بیشتر وقت بذاری. خب بریم سراغ جمع‌بندی مطالب. گفتم که چقدر عادت سازی میتونه بهت تو ساختن عزت نفس و اعتماد به نفس کمک کنه و لایف استایلت رو شکل بده. چند تا المانم برای ساختن عادت خوب بهت یاد دادم. گفتم ایدئالگری رو بذاریم کنار و از قدم‌های کوچیک شروع کنیم به تغییر کردن.
عادتی که میخوایم برای خودمون بسازیم رو جذاب، ساده و قابل دسترس کنیم. یاد بگیریم و تمرین کنیم که در چالش‌ها و شرایط بحرانی چطور از هدفی که برای خودمون گذاشتیم دور نشیم با نوشتن و ساختن زنجیره عادت. تا جایی که ممکنه محیط پیرامونمون رو هم هماهنگ و سازگار با هدف و عادتی که میخوایم برای خودمون بسازیم انتخاب کنیم. از ابزارهای اندازه‌گیری هم برای سنجش کمی عملکردمون استفاده کنیم. و نهمین و مهمترین مورد اینه که صبور باشیم، به خودمون فرصت بدیم و استمرار داشته باشیم تا به چیزی که میخوایم برسیم. با تکنیکایی که بهت یاد دادم میتونی هر عادت مثبتی رو برای خودت شکل بدی و خیلی راحت بیاری تو لایف استایلت. من تونستم، پس تو هم حتما میتونی. به خودت ایمان داشته باش. میتونی از من که با همین روش‌های ساده اما موثر استفاده کردم و موفق شدم هم کمک بگیری. ما تو روش کوچینگ دقیقاً روی ساختن همین عادت‌ها کار میکنیم و من به تمرین میدم انقدر این کارها رو تکرار میکنی که دیگه یادت نمیاد تو زندگی قبلی روزتو چطوری بدون گرفتن قدم‌ها و این طرز درست غذا خوردن و تحرک کافی میگذروندی و اونقدر خورد و نرم این رفتارهای درست اومده تو زندگیت که خودت هم باورت نمیشه. اگه تو دوستا و آشناهات کسی رو میشناسی که میدونی برای رسیدن به تناسب اندامش یا ترک کردن یه عادت بد سردرگمه، توصیه میکنم همین الان این پادکست رو به عنوان هدیه براش بفرستی تا راهش رو پیدا کنه و بتونه با ساختن عادتهای خوب لایف استایلش رو تغییر بده و زندگی شادتری رو تجربه کنه.